بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بسیار خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما از برنامه بازسازی اندیشه قرار گرفتم. موضوعی که باز هم در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی انشاءالله خواهم بود، پیرامون تناقضات در عهد قدیم یا عهد عتیق هست. همچنان که میدانید ما تا حالا از کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق که مورد بحث ماست فعلا، و اگرچه یعنی این نکته را در پرانتز به خدمتتان عرض بکنم که قبلا هم ما در برنامه‌های گذشته پیرامون اناجیل چهارگانه و تاریخچه آنها به صورت تفصیل صحبت کردیم و عهد عتیق همچنان پیرامون تاریخچه آن و به خصوص تورات و اثبات تحریف آن، تحریفات لفظی و تحریفاتی که کمی در آن صورت گرفته، زیادت در آن صورت گرفته صحبت شده و صحبت کردیم. در دو برنامه گذشته به خدمتتان پیرامون تناقضاتی که در عهد عتیق و به خصوص در تورات وجود داره، یعنی اسفار پنجگانه تورات، مطالبی را به خدمتتان نشان دادم و مسائل را عرض کردم که اینها اختلافات است و اینها تناقضات است. یعنی اختلافاتی است که در اونها تناقض وجود داره که در یک جا یک مسئله را نفی میکنه، از بین میبره، میگه وجودی نداره، ولی در جای دیگه آن را تایید میکنه و میگه وجود داره. حالا ما کدام یکی را بپذیریم و کدام یکی را قبول بکنیم و کدام یکی را نکنیم؟ البته همه این مسائل به فرض قبول کردن سند این کتاب هست، با وجودی که ما ثابت کردیم که این کتاب سند درست نداره، سند حسابی نداره که به حضرت موسی علیه السلام یا به پروردگار متعال سبحانه و تعالی رسیده باشه، یا حتی کسانی که ادعا میشه که این را نوشتند سند درست و صحیح ثابت نمیکنه که به اونها رسیده باشه. حالا به هر حال صرف نظر از این که به حضرت موسی علیه السلام برسه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، ما در برنامه گذشته هم 6 مورد به خدمتتان از تناقضات کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق مطالب را بیان کردیم و همچنین در برنامه قبل از آن هم 6 مورد از موارد مهم و اساسی که در واقع در کتاب مقدس هست و به خصوص در عهد عتیق یا عهد قدیم هست به خدمتتان عرض کردیم. وقتی عهد عتیق میگین و وقتی عهد قدیم میگین، هر دو اینها یکی است و کتاب مقدس متشکل از عهد قدیم و عهد جدید است. عهد قدیم عبارت از تورات و ملحقاتش هست و عهد جدید عبارت از اناجیل چهارگانه و ملحقات آن می باشه. پس ما پیرامون تورات و ملحقات آن صحبت می کنیم. وقتی میگن عهد عتیق یعنی همین. در برنامه گذشته برخی از نمونه ها و برخی از مواضع و برخی از جاهایی که تناقض دیده میشه در آنها و این تناقضات خیلی آشکار و واضحه به خدمتتان عرض کردیم. البته من به خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوارم عرض بکنم و به خصوص عزیزانی که حالا به دین یهودیت هستند یا نصرانیتن، چون این کتاب به نزدشان معتبر هست و معتمد هست و جز کتاب مقدس می باشه، به خصوص در نزد نصرانی ها و کشش های مسیحی و کسانی که خودشان را به هر حال مسیحی می دانند. خواهشم اینه که مسائلی که گفته میشه با دقت پیگیری کنید. اگر کتاب مقدس پیش خود دارید، کتاب مقدس را باز کنید. اگرچه بنده اینجا کتاب مقدس پیشم هست و به هر حال هر ادعایی که میکنم با سند آن را به خدمتتان ثابت میکنم و نشان میدم و الحمدلله امکاناتش هست که برای شما نشان داده بشه و کتاب مقدس را به خدمتتان نشان میدم تا این که کسی فردای روز نگه که اینجا را شما نخواندید، اینجا را چنین کردید، اینجا را چنان کردید، یا ما از پیش خود اختصاری کردیم که اختصار مخل بوده باشه، یعنی اختصاری که صدمه در اصل معنا وارد کرده باشه. این گونه نیست. نه اختصار میکنیم نه آن را طولانی میکنیم، فقط نفس کلمات را، فقط همان کلماتی که در کتاب مقدس با ترجمه خودشان آمده میخوانیم و بر آن تعلیق میدیم، بدون اینکه انصاف را کنار بگذاریم. این گونه نیست که بی انصافی بکنیم، حتی در حق اونها هم بی انصافی نمی کنیم، چون این دین ماست، دین انصاف. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا.
حتی دشمنی که شما با یک فرد دارین، دشمنی که با یک قوم داریم، دشمنی که با حالا با هر کس دارین، باعث نشه که شما در حق اونها بی‌انصافی بکنید، بلکه در حق آنها عدالت پیشه بکنید و عدالت پیشه باشید. چون دین ما دین عدالت، دین ما دینی است که نمیخواه ما به کسی ظلم بکنیم. و عدالت یعنی چی؟ یعنی این که هر چیز را ما در جایش قرار بدیم. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، کتاب مقدس باز هم همچنان مثل برنامه‌های گذشته پیش رویم هست و بر اساس کتاب مقدس به خدمتتان برخی از مواضع و برخی از جاهای دیگر رو نشان میدم که ثابت میکنه که عهد قدیم و به خصوص تورات و ملحقات تورات دست خورده و نوع تناقض وجود داره. یکی میگه باشه، یکی میگه نباشه، یکی میگه خوبه، یکی میگه بده، یکی میگه شبه، یکی میگه روزه، یکی میگه سفید هست، یکی میگه سیاست. یعنی این اختلافات و این تناقضات در حدی است که غیر قابل جبران هست. حالا برخی از اختلافات وجود داره که با آن اختلاف تنوع میگن، به این معنا که اختلافات وجود داره در ظاهر، ولی وقتی در اصل معنا داخل بشیم، وقتی خواسته باشیم ما قبل و ما بعد این کلمات رو بخوانیم، برای ما مشکل رو حل میکنه. میبینیم که نه، اینجا واقعا تناقض نبوده، یک اختلاف تنوع بوده، اختلاف الفاظ بوده. اما وقتی که اختلاف در معنا میآیه، اختلاف در اصل مفهوم میآیه، اختلاف در جایی میآیه که غیر قابل جبرانه و نمیتونه که انسان را تعویل بکنه و امکان این نیست که بتانی آن را در حقیقت به جهت دیگری بکشانی، اینجاست که مسئله تناقض به وجود می آید. تناقضی که دو شیء متناقض با هم، و شما میدانید که این اصل مهم علمی است که میگه دو تا چیزی که با هم متناقض باشه جمع نمیشه. یعنی نقیضان هیچ وقت با هم جمع نمیشن. دو شیء متناقض، یکی بگه شب یکی بگه روز، چی رقم امکان داره جمع بشه؟ یکی بگه سفید یکی بگه سیاه، چگونه امکان داره؟ یکی بگه هست یکی بگه نیست، چگونه امکان داره که دوتا با هم جمع بشن؟ غیر ممکن. در برنامه گذشته اینجا رسیده بودیم که یکی از تناقضاتی که در این کتاب وجود داره، البته بنده کوتاه در مورد آن صحبت کردم، ولی میخوام بیشتر به تفصیل بیشتر صحبت بکنم و برخی از مراجع دیگه هم نشان داده بشه و برخی از مواضع دیگه هم نشان داده بشه تا بیشتر برایتان ثابت بشه. مسئله عقیده بداست که ما گفتیم در نزد روافض هم متاسفانه این عقیده و این باور وجود داره که خداوند متعال نعوذ بالله یک تصمیم میگیره و بعداً از تصمیم خود پشیمان میشه، یا از کارکرد خود نعوذ بالله پشیمان میشه. و ما گفتیم که در این در حقیقت توهین به ذات اقدس الهی است و توهین است به پروردگار متعال سبحانه و تعالی، چون پشیمان شدن از صفات نقصه. یعنی الله پشیمان نمیشه، الله متعال پشیمان نمیشه، چون از عاقبت کار خود الله آگاه، عالم الغیبه. اما وقتی ما بگیم نه الله نعوذ بالله پشیمان شده یا تغییر رأی داده، این در حقیقت توهین است به پروردگار متعال سبحانه و تعالی و صفتی از صفات نقص است که ما به الله متعال نعوذ بالله نسبت میدیم در این صورت. اما در این کتاب مقدس متاسفانه این گونه هست وجود داره. اولا اجازه بدید که من از سفر خروج برایتان نشان بدم. این کتاب مقدس است دوستان عزیز، اگر نشان بدن این کتاب مقدسه. بار دیگر باز هم در خدمت این کتاب هستیم و به هر حال این هم مشخصات کتاب هست، همچنان که قبلا هم به خدمت شما عزیزان و بزرگواران نشان داده شده. این کتاب چاپ من هم نیست، انجمن بین المللی کتاب مقدس چاپ سوم 2002 هست. این هم پیشگفتار هست و این هم برخی از مشخصات کتاب هست. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینجا سفر خروج هست. اینجا را اگر دوستان عزیز دقت کنید، سفر خروج است. بله این سفر خروج هست، همچنان که میبینید دوستان عزیزم سفر خروج هست. باب 32 اینجا میآیه بحث گساله طلایی. اینجا میآیه در آیه 14، در آیه 14 میگه که بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد. نعوذ بالله، یعنی پروردگار متعال سبحانه و تعالی را به تغییر رأی متهم میکنن که الله متعال تغییر رأی داد. در سفر پیدایش دوستان عزیز در باب 6، سفر پیدایش اولین سفر از اسفار تورات می باشه. اینجا ببینید چی میگه. البته به خدمتتان عرض بکنم که سفر خروج هم از اسفار پنجگانه تورات هست. اینجا ببینید چی میگه در مورد طوفان نوح علیه السلام. یعنی اینجا این فصل 6 هست.
اینجا آیه 5 و 6 میگه هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائما به سوی زشتی ها و پلیدی ها میروند، از آفرینش انسان متاسف و محزون شد. استغفر الله. این صفات نقص که به الله متعال سبحانه و تعالی نسبت داده میشه. یعنی الله انسان را آفریده، نعوذ بالله، بعدن وقتی دید که اینها گناه میکنن پشیمان شده. استغفر الله. این چی حرفیه؟ یعنی در مورد یک انسان بزرگ این حرفا خیلی بده، خیلی زشته. یک تصمیم بگیره و بعدن از تصمیم خود منصرف بشه و از کاری که کرده پشیمان بشه. یک آدم سیاسی مثلا یک کاری انجام میده، یک آدمی که رهبر یک کاری انجام میده، بعدن برای او خیلی افت داره، خیلی بده، خیلی زشت معلوم میشه که از راه خود دوباره بگرده، منصرف بشه. میگن این چقدر آدم بادسری بوده، چقدر آدم کودنی بوده، یک تصمیم بیجا گرفته. این گونه در موردش قضاوت میشه که این از سیاست سرش نمیآید، چیزی نمیفهمه، از سیاست، از رهبریت چیزی نمیفهمه. اگر میفهمید این کار را نمیکرد. چرا این تصمیم غلط را گرفته؟ نعوذ بالله. این در مورد یک فرد رهبر این گونه است، چی برسه در مورد احکم الحاکمین. سبحانك هذا بهتان عظیم. و والله این بزرگترین دشمنی با الله، بزرگترین توهین با ذات پروردگار متعال سبحانه و تعالی است. چگونه این یهودی ها و این نصرانی ها همچون خدا را معرفی میکنن به چنین حالتی، با چنین صفات نقص الله را توهین میکنن. این توهین مگر به الله نیست؟ بزرگترین توهین به ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی می باشه. اون پاک است از آنچه که یهودی ها و نصرانی ها در این کتاب منسوب به خدا، منسوب به موسی علیه السلام به اون نسبت میدن که خدا پشیمان شده. استغفر الله. این چی حرفیه؟ اما دوستان عزیز، در سفر اعداد اینجا صفحه 156 پیش من است. ببینیم که چی میگه. سفر اعداد صفحه 156، یعنی سفر اعداد باب 23. باب 23 چنانچه میبینید سفر اعداد باب 23 اینجا میآید در آیت 18 تا 24. 18 تا 24 اینجا میگه که او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. خب بله، راست میگه. الله مثل انسان نیست که تغییر فکر بده. اینجا دقیقاً با آنچه برابر است با آنچه که خداوند متعال در قرآن میگه، با آنچه که مسلمان ها معرفی میکنن. سفر اعداد میگه که او مثل انسان نیست که تغییر رأی بده، تغییر بده فکر خود را، یک چیزی را تصمیم بگیره بعداً تصمیمش عوض بشه یا پشیمان بشه از آنچه که انجام داده. این درسته. اما در سفر خروج و سفر پیدایش که اونها هم از توراته و این هم از توراته، چگونه اینها را میشه با هم جمع کرد؟ چگونه میتوانیم اینها را با هم جمع بکنیم؟ غیر ممکنه دوستان عزیز و بزرگوارم. اولا اگر حالا یک کشیش بیایه، یک خاخام یهودی بیایه بگه که سفر پیدایش و سفر خروج درسته، ما برایش میگن تو بزرگترین توهین به الله میکنی. اولا. ثانیا آنچه در سفر اعداد آمده اینجا را چی میگی؟ آیا اینها با هم متناقض هستن یا نیستن؟ اگر هستن که چنین است که حرفی نیست، باید قبول بکنی که این کتاب تحریف شده، این کتاب دست خورده و این کتاب کتاب الله نیست. آن کتابی که الله به موسی علیه السلام فرستاده این نیست، تغییر کرده. نمیگن که اصلا چیزی در آن نیست، هست. چنانچه قرآن میگه فیها هدی و نور، یعنی در این کتاب هدایت و نور وجود داره، نه ای که کلش هدایت و نور باشه. یعنی فیها یعنی بعضی چیزی هست در این خب مرحله اوله. اگر واقعا چنینه است خب توهین به الله است. اگر نیست این تناقضه. اگر که این تناقضه، کدام یکی درست است و کدام یکی نادرسته؟ اینها سوالاتیه که باید یک کشیش برای ما جواب بده. آیا سفر پیدایش و سفر خروج درست میگن یا سفر اعداد؟ اگر سفر پیدایش و خروج درست میگن، آیا این توهینی به ذات اقدس الهی نیست؟ آیا این نسبت دادن از صفات نقص برای الله نیست؟ و اگر اون دوتا دروغ هست و این راسته، پس باید قبول کنید که
این کتاب تحریف شده. اگر میگید هر دو با هم راسته، خب غیر ممکنه، دو شیء متناقض با هم جمع نمیشن، پس لابد یک تأویلی داره. پس بفرمایید تأویلش چیست؟ بفرمایید شما تفسیرش چیست؟ برای ما شرح کنید. شما فرض کنید که یک فرد میخواد مسیحی بشه، یهودی بشه، میآیه میگه سفر خروج و پیدایش این گونه میگه، ولی سفر اعداد چیز دیگری میگه. کدام یکی درسته؟ شما این سوالاتی که بنده پرسیدم باید جواب بدید، پاسخ بدید. و من مطمئنم که پاسخی برای این وجود نداره. مطمئنم. و اگر پاسخی هم وجود داشته باشه، مطمئن باشید که فقط در رفتنه. بعضی ها همیشه میگن این تعبیر اصطلاحیه که در میان برخی از مردم همیشه تکرار میشه. چی میگه؟ میگه مثلا شما وقتی این حرف را میزنید اونها هم جواب دارن. بله جواب دارن، ولی الله متعال برای توی بیننده و شنونده و برای توی جوان مسیحی و یهودی و برای توی جوان مسلمان عقل داده. تو در میان جواب ها ببین کدام یکی با عقل تو جور در میایه، کدام یکی واقعا راست میگه و کدام یکی واقعا میخواد در بره. و این دقیقا در میان شبکه های اهل سنت و روافض هم بسیار تکرار میشه. وقتی جواب یک رافیزی آخوند رافیزی داده میشه، بعد چی میگن؟ بله اونها هم جواب دارن. خب خیلی خوب، جوابش را بشنو، ببین که واقعا ماسمالی میکنه یا واقعا جواب میده. خب جواب حالا یک بودایی هم که بودا را میپرسته، یک بت را میپرسته، اگر بر او شبهه وارد کنی برای در رفتن یک چیزی میگه. برای هندو هم وقتی که به کتابش مثلا حمله بکنی، هجوم بیاری به کتابش، به کتاب ویدا، اون هم از خود دفاع میکنه. زرتشتی هم وقتی به کتاب اوستا چیزی بگی از خود دفاع میکنه. بهایی هم وقتی به کتاب اقدسش چیزی بگی از خود دفاع میکنه. بابی هم وقتی که به کتاب تبیانش چیزی بگی، کتاب البیانش چیزی بگی، از خود دفاع میکنه. هر کس از خود دفاع میکنه. اما ببینید که این کسی که حالا بر او حمله کرده و شبهه‌ای را در مورد دینش و در مورد کتابش وارد کرده، حرف این را هم بشنوید، حرف این را هم بشنوید. الله به شما عقل داده، در میان اینها خودتان قضاوت بکنید. کدام یکی میخواد در بره، کدام یکی واقعا راست میگه. این میزان حق و باطل هست دوستان عزیزم. این میزان حق و باطله که شما وقتی یک جوان مسیحی، یک جوان یهودی باید فکر بکنه. این کتاب مقدس این را میگه، من مسلمان این را میگم. خیلی خوب، برو ببین کشش چی میگه برای تو. اگر پاسخی پیدا کردی ما را هم مطلع کن. اگر پاسخی پیدا نکردی پس بر تو اتمام حجت شده. باز هم دنبال گمراهی روانی؟ نه دیگه، اینجا باید به فکر خود بشی، مطالعه بکنی، پیش بری تا انشاءالله راهی به سوی تو باز بشه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، میریم به سراغ یکی دیگر از تناقضاتی که در این کتاب هست. باز هم در این کتاب همچنان که بارها نشان دادیم و حالا هم به خدمتتان نشان داده شد، متاسفانه این تناقضاتی هست که غیر قابل جبران و وجود داره. اینجا میریم در سفر سموئیل، صفحه 299 پیشم هست. اینجا از یک داستانی را نقل میکنه دوستان عزیز، از شاول یا طالوت. طالوت یا شاول یکی از فرستادگان داوود علیه السلام یا یکی از امیران داوود یا یکی از پادشاهان هست. خب در میان این و گروه مقابل یک جنگ به میان میآید و جنگ اتفاق میفته و سرانجام کار به جایی میرسه، با فلسطینی ها میجنگه. سرانجام کار به جایی میشه که اینها شکست میخورن، یعنی شاول شکست میخوره، طالوت شکست میخوره. دو داستان متناقض در طریقه از بین رفتن شاول در کتاب مقدس آمده. دو طریقه متناقض و مختلف. یکی میگه شاول خودش خود را کشت، خودکشی کرد. وقتی زخمی شد، وقتی مجروح شد، دشمن میخواست او را دستگیر بکنه. گفت به جای این که به دست دشمن بیفتم، خودش شمشیر را انداخت، خودش را بالای شمشیر انداخت و مرد، کشته شد، از بین رفت. اما داستان دیگه میگه نه، محافظش او را کشت.
محافظش او را کشت. البته من میخوام هر دو داستان را با تفصیل به خدمتتان بخوانم، یعنی ما قبل و ما بعدش را، تا اینکه برخی از شبهاتی که شاید در ذهن بیننده مسیحی و یهودی به وجود بیاید جواب داده بشه. ان شاء الله در لابلای حرفام به این مسئله اشاره میکنم و توضیح میدم. اینجا دوستان عزیز و بزرگوارم ببینید، این باب 31 اول سموئیل هست. باب 31 اول سموئیل. در این اول سموئیل دوستان عزیز و بزرگوارم میگه که این آیه 4 هست یا فقره 4. میگه پس شاول به محافظ خود گفت پیش از آن که به دست این کافران بیفتم و با رسوایی کشته شوم، تو با شمشیرت مرا بکش، یعنی مرا از بین ببر. ولی آن مرد ترسید که این کار را بکند، نکرد این کار را محافظ. پس شاول شمشیر خود را گرفت و خود را بر آن انداخت و مرد. دقت کنید، محافظ شاول چون او را مرده دید، او نیز خود را روی شمشیرش انداخت و همراه شاول مرد. بدین ترتیب شاول و 3 پسرش و محافظ وی و همه افرادش در آن روز کشته شدند. خیلی خوب دوستان عزیز، اینجا را چند نکته را داشته باشید. اول این که میگه شاول خود را کشت، یعنی خودش را روی شمشیر انداخت، کشته شد. دوم از این که محافظ هم وقتی دید که شاول خودش را کشت، اون هم خود را کشت. حالا میخواین برین صفحه بعد، یعنی دوستان عزیز اگر این را نشان بدن ببینید، فقط صفحه بعد، یعنی خیلی دور نه، صفحه بعد دقیقا اینجا در حقیقت از مسئله نقل میکنه که اون فردی دیده که شاول در حالت جراحت و او را میکشه و بعد میه نزد داوود علیه السلام و در نزد داوود اونجا داستان را میگه که من شاول را کشتم. و جالب اینه که داوود این جوانی که میای این خبر را میده اون را میکشه. اینجا را دقت کنید، این دوم سموئیل هست، یعنی صفحه بعد اونجا اول سموئیل بود، باب اخیر، اینجا باب اول دوم سموئیل. داوود از مرگ شاول با خبر می شود، یعنی عنوان این مبحث اینه، داوود از مرگ شاول با خبر می شود. خیلی خوب، اینجا می آیه 6 یا فقره 6 گفت، یعنی این جوان آمد گفت که من شاول را کشتم. گفت بر حسب تصادف در کوه جلبوع بودم که دیدم شاول به نیزه خود تکیه داده بود و عرابه ها و سواران دشمن هر لحظه به او نزدیکتر می شدن. 7 وقتی شاول چشمش به من افتاد مرا صدا زد، گفتم بله آقا. 8 پرسید که کی هستم؟ گفتم یک عمالقی. 9 آن وقت التماس کرد بیا و مرا بکش، چون به سختی مجروح شده ام و میخواهم زودتر راحت شوم. 10 پس من هم او را کشتم، چون میدانستم که زنده نمیماند. بعد تاج و بازوبندش را گرفتم و نزد آقای خویش آوردم. دقت کردید دوستان عزیز؟ یعنی این صفحه میگه که ببینید، دقت کنید، ولی آن مرد ترسید این کار را بکند، پس شاول شمشیر خود را گرفت و خود را بر آن انداخت و مرد. یعنی چی؟ یعنی خود را خودکشی کرد. اما اینجا میگه نه، من هم او را کشتم. کی؟ همین کسی که آمده اطلاع میده برای داوود، میگه من کشتم شاول را، طالوت را من کشتم. بعضی ها چی میگن؟ یعنی خیلی واقعا تعویل عجیبیه. یکی از مسیحیان میگفت که بله امکان داره که این اتفاق افتاده باشه، همان به هر حال همان کسی که به عنوان محافظ بوده این کار را کرده، این خیلی بعید نیست، شمشیر را گذاشته و خود را انداخته. خیلی خوب، در اون داستان گفت که محافظ خودش را هم کشت، پس چگونه خبر آورده؟ شاید روحش بوده. خیلی خوب، ببینین که اینجا چی میگه. اینجا را دوستان عزیز دقت کنید، در همین باب آیه 14 یا فقره 14 میگه
داوود به او گفت، یعنی به همین فردی که شاول را کشته، چطور جرأت کردی پادشاه برگزیده خداوند را بکشی؟ 15 سپس به یکی از افرادش دستور داد او را بکشد و آن مرد او را کشت. دقت کردید؟ یعنی اون محافظ نبوده، این کسی دیگریه. مگر ممکنه همچون چیزی؟ از یک طرف میگن خودش را خودکشی کرد، از یک طرف میگن این کشت. این کشت و به سزای اعمالش هم رسید. داوود او را کشت. چگونه جرأت کردی تو یک پادشاه را بکشی؟ و او را تنبیه کرد، کشت. اولا برخی از یهودی ها و برخی از شاگردان مکتبشان همیشه میگن در کتاب مقدس حرف کشتن نیست. یعنی شما بیایید و ببینید که چی هست در اینجا. اگرچه ما در یک برنامه خاص برامون این به تفصیل صحبت کردیم که چنان کشتاری در این کتاب وجود داره که اصلا حد و مرز نداره، حد و مرز نداره. اینجا هم فقط کشتن و کشتن و کشتن و کشتن. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینجا در اول سموئیل این را دقت کنید. باز هم سوالم مورد، در حقیقت این سوالم باز هم متوجه کشش های مسیحی میشه، خاخام های یهودی میشه و جوانان مسیحی و یهودی که میاندیشن، فکر میکنن، چی خواهر، چی حالا زن باشه چی مرد باشه. حالا کدام یکی را ما بپذیریم؟ مگر نمیگید این کتاب مقدسه؟ مگر نمیگید این کتاب مقدسه، یعنی از تحریف و از زیادت و نقصان و از همه اینها در امان باید باشه، چون کتاب مقدس خاصیتش اینه که باید در امان باشه. اول سموئیل میگه که شاول خود را خودکشی کرد، خودش خود را روی شمشیر انداخت، کشته شد. اما در اینجا میگه نه، کسی دیگر او را کش و حتی به خاطر این عملش توسط داوود و افراد داوود علیه السلام کشته شد. یعنی چی؟ کدام یکی را من قبول بکنم؟ کدام یکی را یک فرد عاقل قبول بکنه؟ ای جوان مسیحی و یهودی، تو کدام را قبول میکنی؟ اول سموئیل را باب 31 را قبول میکنی یا دوم سموئیل باب اول را قبول میکنی؟ کدام یکی مورد پذیرش توست؟ کدام یکی اطلاعات درست داده؟ اون که میگه شاول یا طالوت خودش را خودکشی کرد، یا این که میگه شاول و طالوت توسط کسی دیگه کشته شد و سرانجام اون نفری هم که کشت توسط داوود کشته شد؟ کدام یکی صحیح است و کدام یکی درسته؟ کدام یکی غلطه، کدام یکی صحیح است؟ به هر صورت اینها سوالاتی که باید کشش‌های مسیحی و هر عقل بیداری که خودش را نسبت میده به یهودیت و نصرانیت پاسخ بده. اینها باید پاسخ داده بشه دوستان عزیزم. و ما بار بار سوال میکنیم و من خواهشم اینه که از دوستانی که فعلا برنامه را میبینن، وقتی میخوان تماس بگیرن، چی یهودی چی نصرانی، حالا کسانی که میخوان برای دفاع تماس بگیرن، لطف کنن این مسائل را پیش خودشان یادداشت کنن و بنده اجازه نمیدم که شما به بحث دیگری برید مگر اینکه اینجا را پاسخ بدید. یا بگید که این تحریف شده، یا بگید این غلطه یا اون غلطه، یا بگید هر دو درسته که باید پاسخ بدید. بعداً انشاءالله با بحث‌های دیگه خواهیم رفت. این خیلی مهمه برای من مهمه تا این پاسخ داده بشه، تا اینها جواب داده بشه. به هر صورت حالا ما از کشش ها خب بارها خواستیم ولی جرأتی نیست، متاسفانه جرأتی نیست که بیا از اینها دفاع بکنه. عمر اینها مردم را فریب دادن، عمر اینها مردم را به طرف گمراهی کشاندن، عمر اینها مردم را به طرف جهالت کشاندن. همش به علیه اسلام تبلیغات دارن، حتی نمیتونن از کتاب مقدسشان دفاع بکنن. بین از کتاب مقدستان دفاع کنید، بعد اگر هر چی خواستید در مورد اسلام هم با شما صحبت میکنیم. جرأت کنید بیایید. مگر شما نمیگید دنبال حق هستید؟ مگر شما نمیگید که دین ما دین محبت، باید به همه برسانیم؟ خیلی خوب، برای ما هم بیایید برسانید. این کتاب مقدس شما، از این کتاب بیایید دفاع کنید. از این کتاب وقتی دفاع کردید، ثابت شد که این کتاب کتاب الهی است، بعدا میرین مسائل دیگر. ما هم خوش میشیم که برای بینندگان ما شما دین محبت و مهربانیتان رو معرفی کنید، همان دینی که فقط بکش و ببند و بزن، به اندکترین حرف مردم را بکش.
و امروز هم میبینین عملکرد آنها را در جهان که چی کار میکنن. بهترین نمونهش آمریکاست. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، یک نکته دیگری که باز هم در قسمت ریاضیات داخل میشه، چون اینها در ریاضیات فکر کنم خیلی مشکل دارن، یعنی خیلی زیاد نه کم. مثل که 700 را 7000 میگفتن، 1700 را 17000، 1700 و به همین ترتیب 4400 میگفتن. حالا هم یک مشکل دیگر ما در اینجا متاسفانه برخورد کردیم. بعد از مراجعه به کتاب مقدس میبینیم که یک مشکل ریاضی دیگه هم وجود داره. حالا من نمیدونم اینجا وقتی برنامه آمدم مشکلات ریاضی اینها را حل بکنم یا مشکلاتی که تناقضات اینها را بیارم اینجا برای شما نشان بدم. نمیدونم والا نویسندگان این کتاب چقدر ریاضی ضعیف داشتن. خیلی خوب، ولی دین ما ماشاءالله، یعنی شما به مسائل میراث داخل بشین میدانین که ریاضی در اسلام یعنی چی. یعنی امکان نداره که شما برخی از مسائل میراث را به خصوص در بحث مناسخات و اینها شما اصلا بدون ریاضی بدانید، امکان نداره. ولی شما ببینید در اینجا چی هست. دوستان عزیز، در سفر اول پیدایش صفحه 338 اینجا پیش من، اول پادشان صفحه 338 ببینید که اینجا چی میگه دوستان عزیزم. اینجا رو دقت کنید دوستان عزیزم. میگه که پیرامون حوض صحبت میکنه، پیرامون حوضی که در حقیقت حوض، یکی از حوضه هایی که در حقیقت اینها ساخته بودن صحبت میکنه. میگه که حوض خانه خدا در باب 26 اینجا دقت کنید دوستان عزیزم. این سفر اول پیدایش، اول پادشاهان هست، باب 7 کاخ سلیمان. بعد اینجا میایه سفر باب 7 میایه تا انتها اینجا آیه 26 یا فقره 26. میگه زخامت دیواره حوض به پهنای کف دست بود، لبه آن به شکل جام بود و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد. گنجایش آن، اینجا رو دقت کنید، گنجایش آن بیش از 40,000 لیتر بود. چند هزار؟ 40,000 لیتر. خیلی خوب، 40,000 لیتر بود. اینجا رو دوستان عزیز داشته باشید. این بالا اگر دوستان دقت کنن یک نشان بدن، دوم تواریخ باب 4 آیه 2 تا 5، یعنی سفر دوم تواریخ ایام باب 4 فقره 2 تا 5. اینجا چند میگه؟ 40,000. میرین همین آدرسی که اینجا داده، اینجا پیش من صفحه 431 است. اینجا رو نگه میدارم. دوستان عزیز اینجا رو دقت کنید، همون چیزی که گفت دوم تواریخ باب 4 آیه 2 تا 5. میرین اینجا دوم تواریخ، اینجا رو دوستان عزیز نشان بدن. دوم تواریخ باب 4 5 آیه 5. زخامت دیواره حوض به پهنای کف دست بود. خیلی خوب، اینجا هم چی میگه؟ زخامت دیواره حوض به پهنای کف دست بود. خیلی خوب، به پهنای کف دست بود. لبه آن به شکل جام بود و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد. خیلی خوب، لبه آن به شکل جام بود و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد. حالا گنجایش آن بیش از 600,000 لیتر بود. ببخشید 60,000 لیتر بود. دقت کردید؟ 60,000 لیتر. اینجا چی میگه؟ گنجایش آن بیش از 40,000 لیتر بود. یعنی چی؟ باباشون میدونید شما چی میگید؟ 40,000 یا 60,000 کم نیست. 20,000 فاصله است میان این. لفظ هم همان لفظ. خودشان هم مرجع میدن که برو اونجا مراجعه بکن. اینجا هم میگه، اینجا هم دقیقا میگه اول پادشاهان باب 7 23 تا 51 برو مراجعه کن. این بحث میگه در اونجا میبینی. خیلی خوب، وقتی ما اینجا مراجعه میکنیم همین باب 7 اینجا خب میگه بیش از 40,000 لیتر بود. گنجایش آن بیش از 40,000 لیتر بود. اینجا میگه گنجایش آن بیش از 60,000 لیتر بود. جوان یهودی، جوان مسیحی، خداوند متعال عقل داده برای ما را انسان آفریده. یعنی چی؟ شما چگونه این رو قبول میکنید؟ چگونه این رو میپذیرید؟ 40,000 یا 60,000؟ من نمیدانم، به والله قسم چی بگم.
یعنی شما به عنوان یک فرد منصف این را دوستان عزیزم قضاوت کنید. چگونه ممکنه همچون چیزی؟ حالا 40,000 بود گنجایش این حوض یا 60,000، فاصله هم فاصله کمی نیست. نمیگه 40,100، نمیگه 40,050، نمیگه 40,010، 40,001 خیر باشه، 40,001 خیر، یکی بیشتر حساب کرده اشکال نداره. 60,000 یعنی 20,000 اضافه است. میدانید این یعنی چی؟ یعنی اینکه کتاب دست خورده، یعنی اینکه یا این راست میگه یا اون راست میگه. خب نمیشه هر دو تا راست بگن. اگر هر دو تا راست بگن این خیلی مشکله. کدام یکی را ما قبول بکنیم؟ یک لحظه قبول کنین 40 یعنی شب به ذهن خود مستقر کنین که حوض خانه خدا 40,000 لیتر گنجایش داشته. باز روز بگین نه 60,000 بوده، باز شب برگردین 40,000، باز روز نمیشه. خود غیر ممکنه، غیر ممکنه. یا یک ساعت بگین 60، یک ساعت بگین 40. همچون چیز امکان داره مگر؟ این چگونه امکان داره؟ هر دو بگین کلام خداست، هر دو بگین کلام خدا نه اصلا تاریخه، اصلا کتاب مقدس که هست تقدس داره، به آن میگن کتاب مقدس. اینجا رو دوستان دقت کنید، کتاب مقدس، کتاب مقدس، این کتاب مقدس یعنی که باید از تحریف، از دروغ، از تناقض باید در امان باشه. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من دیگه از این بیشتر تعلیق نمیدم. این شما و این هم کتاب مقدس، خودتان قضاوت کنید. کلمه به کلمه برایتان خواندم. اجازه بدید که با هم دیگر یک میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه دوباره در خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم خواهم بود و ان شاء الله مطالب دیگری را پیرامون تناقضات عهد عتیق به خدمتتان ارائه خواهم داد ان شاء الله. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنا. و کسانی که از عبادت طاغوت و معبودان باطل دوری گزیده و به سوی الله روی آورده اند آنان را بشارت بهشت است. پس بندگانم را مژده بده. آنان که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند الله چنین کسانی را هدایت بخشیده است و چنین کسانی خردمندند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
مناجات با الله است. واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم نسلم حتى أمعاء في سوريتهم. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستید. دوستان عزیز و بزرگوارم، ادامه برنامه بازسازی اندیشه هست که پیرامون تناقضات کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق یا عهد قدیم صحبت می کردیم. قبل از میان برنامه به خدمتتان 3 مورد از موارد مهم و اساسی که تناقض در این کتاب موجود هست را نشان دادم و همچنان برخی از توصیه های به جوانان یهودی و نصرانی داشتم و همچنین جوانان مسلمان که چشم و گوششان را باز کنند و این مسائل را خودشان با دقت فراوان ببینند و ثابت کردیم که این تناقضات در حدی نیست که یعنی قابل جبران باشه یا قابل تعویل باشه، بلکه غیر قابل جبران هست و کسی نمیتونه در حقیقت آنها را جبران بکنه و اگر میتونه این میدان آزاد و باز بفرمایه و برای ما آن را درست توضیح بده و شرح بده تا اینکه ما هم به هر حال از این به تعبیر اونها از این دغدغه خارج بشیم. مورد دیگری که دوستان عزیز و بزرگوارم در این کتاب وجود داره مسئله است که باز هم مثل همین مسئله حالا ضخامت یا گنجایش حوض خانه خدا وقتی ساخته میشه 40,000 هست یا 60,000. این در حقیقت گفتیم که یک اختلاف بسیار شدیدی هست و اختلافی که یعنی غیر قابل جمع. مورد دیگری که باز هم به خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم نشان میدم در سفر دوم پادشاهان هست. در سفر دوم پادشاهان 374 اینجا پیش من صفحه 374 هست. یک قضیه ای را دوستان عزیز هم نقل میکنه در اینجا، یعنی در سفر دوم پادشاهان، قضیه از اخزیا پادشاه یهودا. در این سفر یعنی سفر دوم پادشاهان، ببخشید نمیدانم چرا امروز بار بار میگم سفر دوم پیدایش پادشاهان، سفر دوم پادشاهان میگه که اخزیا فرار کرد و مرگ طبیعی خود مرد. یعنی به مرگ طبیعی خود مرد، از دست دشمن فرار میکنه و مرگ طبیعی خود از بین میره.
اما در سفر دوم تواریخ جالبه که در سفر دوم تواریخ این را انکار میکنه، میگن نه، اون به دست فردی به نام به دست یکی دیگه از افراد کشته شد، خود یعنی به مرگ طبیعی خود نمرد، فرار کرد، دستگیر شد، بعد او را آوردن دست دشمن دادن و او را کشتن، او را از بین بردن. حالا اینجا دوستان عزیز اگر دقت کنید، اینجا کتاب مقدس پیشم بازه، این سفر دوم پادشاهان هست، سفر دوم پادشاهان فصل نهم. اینجا ببینید دوستان عزیز چی میگه، یعنی در این قسمت 27 میگه هنگامی که اخزیا پادشاه یهودا این وضع را دید به سوی شهر بیت هگان فرار کرد. یهیو به تعقیب وی پرداخت و فریاد زد او را هم بزنید، اگر اسمش را درست خوانده باشم. پس افراد یهیو او را در سربالایی را که به شهر جور می رود و نزدیک یبلعام هست در عرابش مجروح کردند و او توانست تا مجدو فرار کند، یعنی منطقه تا مجدو فرار کند، ولی در آنجا مرد. یعنی چی؟ در آنجا مرد، تا این منطقه فرار میکنه و در آنجا میمیره، کشته نمیشه، یعنی میمیره، خودش فرار میکنه، مجروح میشه ولی در این حالت جراحیت، در این حالت جراحتی که داره فرار میکنه و سرانجام در منطقه به نام مجدو در اونجا خودش میمیره، مرگ طبیعی خود. میگه مرد. دقت کنید فرق میان کشته شد و میان مرد فرقه. دوستان عزیزم اینجا رو دقت کنید، وقتی که اخزیا پادشاه یهودا میگه در دوم تواریخ مراجعه بکن، همین داستان اونجا هست. اینجا رو دوستان زوم بکنن، دوم تواریخ باب 22 اول تا 6. خیلی خوب، ما میریم به دوم تواریخ، در حقیقت در 22 ببینیم که چی میگه این اخزیا پادشاه یهودا. دوم تواریخ صفحه 448 پیش من، بله اینجاست. اینجا دوستان عزیز دوم تواریخ باب 22 همان جایی که ایشان خود گفتن، اینجا هم گفته که اخزیا پادشاه یهودا، بعد اینجا دوباره مرجع دادم اون جایی که ما خواندیم. اینجا در 9 میگه که یهو در جستجوی اخزیا بود، سرانجام او را که در سامره پنهان شده بود دستگیر نموده نزد یهو آوردن و یهو او را نیز کشت. یعنی چی؟ حالا این نفر اخزیا پادشاه یهودا کشته شد یا خودش مرد؟ کدام یکی درسته؟ دوستان عزیزم اینجا دقت کنید، میگه که به هر حال در عرابش مجروح کردن او را، او توانست تا مجدو فرار کند ولی در آنجا مرد. اما اینجا میگه نه، او را کشتند، کشته شد، فرار کرد ولی او را در سامره پنهان شده بود دستگیر کردند. وقتی او را دستگیر کردن آوردن و او را کشتند. یعنی داستان را دوستان عزیز دقت کنید، یک چیزه، یک فرد هست، اما این اختلاف را ببینید، که در میان اینها چقدر شدیده و این اختلاف متاسفانه در میانشان وجود داره. پس این هم یکی دیگر از تناقضاتیه که متاسفانه در کتاب مقدس و به خصوص در این ملحقات تورات، یعنی در عهد قدیم، در عهد عتیق متاسفانه دیده میشه و وجود داره. تناقض دیگری که دوستان عزیزم وجود داره، تناقض 16، یعنی از مبحث ما تناقض 16 در سفر پیدایش. دوستان عزیز اینجا را دقت کنید، سفر پیدایش، ببینید که چی میگه در سفر پیدایش. از سفر پیدایش در حقیقت در مورد ابرام صحبت میکنه، یعنی همان ابراهیم ما. اینجا فصل 15 هست، سفر پیدایش فصل 15، عهد خدا با ابرام. خیلی خوب، اینجا بیاین 13، در آن حال خداوند به ابرام فرمود نسل تو مدت 400 سال در مملکت بیگانه بندگی خواهند کرد و مورد ظلم و ستم قرار خواهند گرفت.
دوستان عزیز، ابراهیم فرزندی داره به نام اسحاق و فرزندی داره به نام اسماعیل. فرزندش که اسحاق فرزندی داره به نام یعقوب و یهودی ها از نسل اسحاقن، از نسل اسحاق و یعقوب. خداوند در اینجا وعده میده برای کی؟ برای ابراهیم. میگه که از ذریه تو و از نسل تو من به مدت 400 سال در منطقه بیگانه‌ای که مصر هست اونها را بنده میکنم برای افراد ظالمی که به اونها ظلم و ستم بشه و مورد ظلم و تعدی قرار بگیرن. مدت چند سال؟ 400 سال. دوباره اینجا زوم بکنن دوستان عزیز، 400 سال. اما برین همین موضوع را ببینین که یهودی ها در مصر که مملکت بیگانه‌ای در اینجا برایش گفته شده چند سال بودن؟ چند صد سال در اونجا بودن. ببینین دوستان عزیز، سفر خروج اینجا پیش من صفحه 66 هست. سفر خروج. بله دوستان عزیز، این سفر خروج هست. سفر خروج باب 12، باب 12 آیت 40. یعنی همین توراته، اون هم تورات بود. سفر پیدایش باب 15 تورات بود، اینجا هم همان توراته. یعنی سفر دیگری از اسفار تورات هست. اینجا میگه آیه 40 بنی اسرائیل مدت 430 سال در مصر زندگی کرده بودند. یعنی چی؟ شاید مثلا یک یهودی بیایه بگه که شما این را که نشان دادید در سفر پیدایش باب 15 این منظور مملکت بیگانه، حالا یک مملکت دیگری بوده، جای دیگری بوده، چرا شما گیر دادید که مصر؟ این در حقیقت این حرف یعنی این انتقاد وارد هست. اما ما میپرسیم خیلی خوب، شما این مملکت بیگانه‌ای که موسی خداوند به ابراهیم وعده داد که از نسل تو در اونجا میرن مورد ظلم قرار میگیرن و 400 سال در اونجا هستن، شما جواب بدید کدام مملکته؟ شما جواب بدید. شما جواب بدید که این 400 سال این قومش کجا هستند که مورد ظلم و تعدی قرار میگیرن غیر از مصر؟ اگرچه متاسفانه دستکاری شده، در برخی از نسخ لفظ مصر وجود داره، یعنی واضح مشخصه که مصر هست. حالا علی رغم این شما ببینید اینجا میگه 400 سال، 400 سال، 400 سال، اما در اینجا میگه 430 سال. باز هم مشکل در ریاضی است. باز هم مشکل در ریاضی است. نمیدانه با اینها در بخش ریاضیات چه کار بکنیم. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، این هم دو تا تناقض دیگر بود که به خدمت شما عزیزان عرض شد. اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، چون وقت شما هست که بینندگان عزیز صحبت بکنند و بعد از این میان برنامه ان شاء الله دوباره به خدمت شما قرار خواهم گرفت. میان برنامه کوتاه، بعد ان شاء الله تماس های عزیزان را خواهیم گرفت. عزیزانی که سوال مرتبط به بحث در فیسبوک هم داشته باشند ان شاء الله در خدمت عزیزان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن الله هر را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
با عرض سلام به خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوارم و بینندگان گرامی. دوستان عزیز، باز هم در خدمت شما هستم از ادامه برنامه بازسازی اندیشه. حالا نوبت شما عزیزان هست و از دوستان عزیز در اتاق فرمان. بله، قبل از اینکه خواهش بکنم شماره را زیرنویس کردن، جزاکم الله خیرا. دوستان عزیز می توانند با این شماره که در پایین زیرنویس شد با این شماره تماس بگیرن و ان شاء الله که تماس های عزیزان را خواهیم شنید و همچنان اگر پیشنهادی داشته باشند، انتقادی داشته باشند و همچنین اگر کسی میخواد که از آنچه ما گفتیم دفاع بکنه، ما در خدمت هستیم. و عزیزانی هم که در فیسبوک اند، اگر سوال پیرامون مبحث ما داشته باشند، بنده در خدمت عزیزان هستم و کامنت های دوستان عزیز را که از طریق صفحه رسمی شبکه جهانی وصال حق تماشا میکنند و میبینند ان شاء الله پاسخ خواهم داد و البته مرتبط با مبحث باشه. و دوستان عزیزی که اگر تعلیقی دارن نسبت به آنچه که گفته شد، باز هم شماره زیرنویس هست و همچنین فیسبوک در خدمت عزیزان هست. دوستان عزیز میتونن که تماس بگیرن و همچنان کامنت بدن تا اینکه بنده به آنها بپردازم. اگر اجازه بدید قبل از هر چیز بنده یک سری بزنم به فیسبوک ببینم که در اونجا چی خبر هست، یعنی دوستان عزیزی که کامنت گذاشتن ببینیم که اگر سوالی داشته باشن به خدمت دوستان عزیز باشم. دوست عزیز ما اینجا آقای فاروقی گفتن سلام بر شما. علیکم السلام. جناب آقای محمد وهاب گفتن السلام علیکم، سلام بر شما، جزاکم الله خیرا. و همچنین آقای اسلام الدین سلامت گفتن که السلام علیکم و رحمت الله. و آقای غلام رسول میر گفتن که درود خداوند بر شما باد استاد مهربان، جزاکم الله خیرا. و همچنین خواهر امینه امینه گفتن سلام علیکم السلام. آقای عزیزی گفتن ماشاءالله. آقای سید حمید موحد هم جزاکم الله خیر گفتن. و تا حالا خوب کدام سوال پیرامون مبحث ما نیست و اگر سوال پیرامون مبحث ما باشه ان شاء الله که به آن خواهیم پرداخت و پاسخ خواهیم داد ان شاء الله. و دوستان عزیز و بزرگوار که شماره را هم میبینن میتونن که با اون شماره در تماس بشن و سوال باشه پیرامون موضوع برنامه ما ان شاء الله در خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم خواهم بود و سوالات عزیزان را پاسخ خواهم داد ان شاء الله. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، تناقضات کتاب مقدس بیش از آن است که ما در موردش خواسته باشیم در حقیقت صحبت بکنیم. به اندازه زیاد هست، چی در بخش زیادت، چی در بخش نقصان، چی در بخش حذف و در بخش یعنی دستکاری آنها که متاسفانه در این باره دست بازی دارن خاخام‌های یهودی و کشش‌های مسیحی. هر جایی که دلشان خواسته باشه کم میکنن، زیاد میکنن، دست میزنن، حذف میکنن، حالا هر کاری که دلشان خواسته باشه به سر این کتاب میارن. خب اولین تماس را با هم میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید از کجا در تماس شدید؟ برنامه زنده است وصال حق. بله، برنامه زنده وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه پیرامون تناقضات عهد عتیق صحبت کردیم. اگر پیرامون مبحث برنامه حرفی دارید بفرمایید. دیگر در این موضوع نه، در دیگر موضوع سوال آدم ممکنه یا که نه دوست عزیزم، اگر پیرامون این موضوع یعنی پیرامون مبحثی که ما صحبت میکنیم، حالا کتاب مقدس اینها باشه، در خدمتتان هستیم. در غیر آن اگر سوال شرعی دارید بگذارید به برنامه پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. تشکر از شما، جزاکم الله خیرا. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام بیننده عزیز، بفرمایید. صدا ما از افغانستان تماس گرفتیم. بله بسیار خوب برادر عزیزم، بفرمایید. اگر سوال پیرامون مبحث برنامه دارید در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم، گفتم اول چی در زبان یک ترکم بود که میبرایید که آیت قرآن باز بعد از دو یک تقریبا 2-3 ماه در زبان دو بود، از زبان دو چی شده که این رقمی گم شده در دست بچه که ما تقریبا دوست عزیز همین سوالتان دوست عزیز همین سوالتان مربوط به برنامه ما نمیشه، چون من گفتم مبحث برنامه باشه. اگر سوال پیرامون موضوع برنامه دارید بفرمایید. نه من گفتم دنی چی برای معلومات. بسیار خوب، اگر لطف کنید در برنامه پرسش و پاسخ تماس بگیرید، این سوالتان را ان شاء الله پاسخ خواهند داد. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. موافقم که این اباطیل و این یه سری سلام علیکم بیننده عزیز، اگر لطف کنید معرفی بفرمایید. من محمد حسینی هستم. بله بله آقا محمد عزیز، بفرمایید. الو. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. فکر کنم که تماسشان قطع شد. بله بفرمایید. نه آقا صدا میاد. بله بفرمایید. من می‌خواستم میگم با شما من با شما موافقم. این اباطیل و این یه سری مسائل قرون وسطایی در این ادیان پدیدار شده. ولی بزرگوار یه سری سوالاتی هم هستش که اینها هم در قرآن مثل همین تقریبا بی جوابه. شما بهتر نیست دوست عزیزم ما مسلمانان رو حل بکنید. بفرمایید. دوست عزیز و بزرگوارم، بفرمایید. ما اول از کتاب مقدس صحبت میکنیم، باز وقتی که نوبت به قرآن کریم هم رسید ندیده نشد. شما میگید اینا باطلن، حرفشون درست نیست. آقا من مسلمانم، من آیه رو خوندم توی قرآن مشکل دارم، میبینم عین همین آیه میمونه، مثل اون میمونه که الان گفتی. آقا محمد عزیز ببینید، شما این برنامه که هست تخصص یعنی تخصیص یافته و خاص شده برای رد بر نصرانیت و یهودیت. برنامه‌های قرآنی هم ما گوش کنید. آقا محمد عزیز گوش کنید بگذارید حرفم تمام بشه. آقا محمد عزیز بگذارید حرفم تمام بشه. ماشاءالله آدم بزرگی هستید، بگذارید حرفم تمام بشه. ببینید شما برنامه‌های قرآنی هم ما داریم در جای خود. حالا ما پیرامون کتاب مقدس صحبت میکنیم. باز وقتی که نوبت به قرآن کریم رسید، باز آن وقت در مورد قرآن کریم صحبت هم میکنیم. و حالا شما مشکل شما چیست؟ یعنی مثلا چی چیزی شما در قرآن کریم مشاهده کردید؟ من دو تا توی قرآن یه آیه داریم میگه ما ننسخ من آیات نیست دوست عزیزم. من آیه را درست بخوانید. ما ننسخ من آیت سوره بقره هست. باشه قشنگ بخواد درست بخونم قشنگ بشه. بله درست بخوانید، آیات قرآن. ما ننسخ میگه اگر باشه چشم ما مسلمان هستیم، کافر نیستیم، مدت خودمون ثابت نکردیم. میگه ما ننسخ، میگه اگر ما آیه نسخ کردیم حکمی رو گذاشتیم کنار، باطلش کردیم، خدا رو باطلش کردیم. من آیات از آیات او ننسخ، حالا فراموش کردیم، خدا فراموش میکنه اینجا. نه دوست عزیزم الله سبحانه و تعالی نمیگه که ما فراموش کردیم.
شما غلط فهمیدید این آیه قرآن. شما از روی کدام ترجمه این ترجمه را خواندید آقا محمد عزیز؟ بگذارید که با هم صحبت بکنیم. کدام ترجمه گفته که ما فراموش کردیم؟ آقا از اهل سنت گرفته تا دوست عزیزم آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز از کدام ترجمه؟ همین ترجمه ای که شما خواندید برای من بگید، بخوانید از روی ترجمه. او نونسیها نمیگه خدا که من فراموش کردم. دوست عزیزم الله نمیگه من فراموش کردم، میگه فراموشش گردانیدم، یعنی از ذهن شما فراموشش کردم، نه که من خودم فراموش کردم. چرا شما اشتباه قرآن را برای مردم ترجمه میکنید؟ باشه شما درست است کلمه شما. دوست عزیزم دوست عزیزم آقا محمد عزیز چرا شما نمیگذارید؟ اگر دنبال حقید خب بگذارید با هم پیش میرید. میخوام به حقانیت برسید. خیلی خوب به حقانیت. حالا شما قبول کردید که اشتباه کردید و نونسیها به این معنا نیست که خدا بگم من فراموش کردم. دوتاییش هم یکی شد. اگر یعنی چی دوتایی یکی شد؟ آقا محمد عزیز آقا محمد عزیز گوش کنید. شما وقتی الله سبحانه و تعالی میگه اون نونسیها یعنی از یاد شما بردم، یعنی از ذهن شما آن را فراموش دادم، نه اینکه من فراموش کردم. دقت کردید؟ چطور به ما آیه رو میده بعد تو ذهن ما میگه ما اینو فراموش دادیم به شما یه کاری کردین. شما چیزی به نام نسخ میشناسید دوست عزیزم؟ چرا نمیشناسم نسخ؟ چیه نسخ چیه؟ آیه رو باطل ببین اینا بعدها. دوست عزیزم بگذارید خیلی خوب. بگید شما نسخ به چند قسمه؟ انواع نسخ رو ببینید که واقعا شما چیزی میفهمید. حرف گاهی دوست عزیزم نمیشه که انسان از دهان خود بلندتر حرف بزنه. من آقا بنده بلغاله هستم، شما میخواد من آدمم. خیلی خوب خدا کنه. آقا محمد عزیز ببینید دوست عزیزم ببینید ما یک نسخ داریم، نسخ در حکم، یک نسخ در تلاوت، یک نسخ در تلاوت و در حکم، یک نسخ فقط در حکم نه در تلاوت. شما این انواع نسخ را اصلا میدانید؟ قبول کردم حرفتو، خب خلاص این احکامو آیا پیامبر اسلام نشون داده یا خدا داده یا بشر اینا رو رد کرده؟ اینها را الله سبحانه و تعالی خودش، اینها را الله سبحانه و تعالی نظر به گوش کنید. خب گوش کنید. چرا شما دوست عزیزم گوش نمی کنید؟ نظر به وضعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مثلا یکی از حکمت های نسخ آیات قرآن کریم اینه که مثلا الله سبحانه و تعالی در مکه یک حکم میده نظر به همون زمان و نظر به همون شرایط، بعد اون حکم را پروردگار متعال نسخ میکنه، یعنی حکم را از بین میبره، حکم جدیدی میاره. خب همین آیه رو که شما تأخیر بخوانید جواب شما را میده. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نأتی بخیر منها. الله میگه یا بهتری از اون میارین، او مثلها یا مثل همون آیت دیگه میارین، حکم دیگری برای شما میدین. خب وقتی که اینجا یه آیه‌ای دچار اطلاع باطل شدن شده، نه دچار باطل شدن نیه دوست عزیزم. یک حکم را پروردگار برمیداره حکم دیگری میده. این چی ربطی به تناقض داره؟ مگه آخه پروردگار تردید نداره آقا. پروردگار که تردید میکنه دوست عزیزم مشکل من و شما میدانید در چی آقا محمد عزیز؟ مشکل من و شما در نفهمیدن اصطلاحات. شما متاسفانه باید بگم گوش کنید متاسفانه باید بگم فرق در میان نسخ و میان تناقض را تا حالا نفهمیدید دوست عزیزم. نسخ چیزیه، تناقض چیز دیگریه. ببین آقا ما الان باشه یک کلمه میگم قطعی کنم میگم. ما در قرآن الان یه جا داریم در مورد مشروب، اونجا میگه خداوند میگه از درخت النخیل و العناب تتخذون منهم سکرا، بعد از اونجا میگه این رزق حسنا، میگه این رزق خوبیه. دوست عزیزم همین آیه 67 سوره نحل گوش کنید. آیه 67 سوره نحل درسته؟
خب پس بگذارید من برایتان توضیح میدم در مورد آیه میفهمم که چی میگه خدا. بسیار خوب، ان شاء الله براتون پاسخ خواهم داد. کدام حرف دیگری دارید؟ والله حرف زیاده. اول شما خود اثبات کنید. دوست عزیزم آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز، اندازه همین بی مشکل داره. بگید آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز گوش کنید. شما من نمیدانم، یعنی فرق در میان نسخ و تناقض را نمیدانید. از یک طرف آیه قرآن را اشتباه برای مردم ترجمه کردید، باز ادعا میکنید که نه چنین است و چنان است. این واقعا ادعای شما دوست عزیزم، ادعای شما خیلی بالاتر از ما قطع کردید. به هر حال بگذارید، یا اینکه نمیگیم قطع کردید، حالا شاید کردیتتون تمام شد، چارجتون تمام شد، اشکال نداره. ببینید دوست عزیز و بزرگوارم، خب میگن تماس دارین، بعد از تماس ان شاء الله پاسخ میدم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. علیکم السلام، خسته نباشید. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید. قربان. آقا من از زلزله‌گان سرپرزهابم. بله. یه چیزی میخوام بهتون بگم. این آخوند صدیقی یارو معتاد تو تهران توهین میکنه بهمان، میگه اینا قمارباز بودن، نمیدونم زناشان پاشه بودن که در رودخانه خشک. آیا خودشان درستن اینا؟ نفهمیدم دوست عزیزم، اگر لطف کنید. نفهمیدم شما از اول چی گفتید؟ گفتید چی هستید؟ میگم من در مورد زلزله صحبت میکنید؟ آره من خودم بفرمایید. 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 ما اونجا که زلزله او شبی که زلزله بیمان زد، بعد از یک هفته دولت آمد تومان. بعد از یک هفته. بله. بعد نزدیک 4800 نفر کشته شدن، 13000 زخمیه، دولت میگه 500 نفر. بله. خب به هر حال طبیعت اینها دروغ گفتن. آخونده هست که تو که خود دروغ اینا های جنسشان دروغوان. بله بله. مگه شیعه نیستن های جنسشان دروغو مشرکن اینا. خدا من هدایت بکنه. به خدا قسم من خودم و زن و بچم با پای فتی آمدیم بیرون. راست میگید. یعنی خونم ریخت رو سرمان. خدا شاید با پای لخت آمدیم بیرون. هنوزم هیچی بهم ندادن. یک در چادر مسافرتی گرفتم، اونم دوستم بهم داده به طور امانت. بعد میریم برای چیزی حرف میزنیم که محکوم میشه، میگه شما وهابین. او یارو آخونده هست تو تهران، یارو معتاد اسمش صدیقیه، که او میگه اینا قمارباز بودن، نه زناشان پاشه کنار لب رودخانه بودن. یکشان میگه هر جایی که غضب زیاد بشه خدا ملکه داره، به ملکه دستم برای اون رگ تکانده تا اون منطقه نابود بشه. آیا درست اینا این توهینا به ما میکنن؟ دوست عزیزم خب اینها که ادعا میکنن که برای شما کمک کردن. نه ما از ملت خیلی راضی هستیم. نه حکومت را میگم. حکومت را میگم ادعا میکنه که برای شما کمک کرده. چیکار کرده برای ما؟ چیکار کرده؟ نمیدانم، به هر حال از خودشون مردم خودشان دروغگوان. راست میگید. مثلا کانیست مردم به عنوان کمکی اهدا میکنه به دولت به پول میده به مردم، میگن یا به جای 5 میلیون تومان که خسارت مال ملت هم هست بهش دادن، میگه به جای 5 میلیون تومان یا 5 میلیون تومان ببرین یا کانیست رو ببرین. بله. تشکر از شما برادر عزیزم. اینا اینو میگن. اون کانیست هم خودمان بریم بخریم دونه 1.5 و 2 میلیون تومان میخریم. بله. تازه این مال مردم دولت به 2 برابر قیمت هم به ما میده. تشکر از شما دوست عزیزم. خداوند متعال. اینا بله. آیا اینا چه دینی دارن؟ اگر اینا هستن چرا با شوری همکارن؟ اینا مشرکن، به قرآن قسم هیچ دینی ندارن اینا. بله. یعنی ای کاش من دستم به آخوند صدیقی میرسید. به هر حال اینها دروغ گفتن، عمری بر گردن مردم سوار شدن با همین دروغ گفتن. به قرآن قسم مثل گوسفند پوستش میکندم، مثل گوسفند. ما که هر رفتیم اونا هر چی بگه به ما میگن یا دعاشین یا وهابی هستیم، میگن اهل سنت اینان. یا زدن قلم. ولی خدا شاهده همون چیزایی که خودشان میگه بیاشن ثابت میکردم، چون اون توهینایی که به ما کرده. آیا درسته یارو توهین به ما تو زلزله اون تقدیر الهیه. هر چیزی که اسمای خدا ما شکرش میکنیم، شکر گزارش هم هستیم.
ولی چرا اینها به ما توهین میکنن؟ به چه دلیل؟ چرا کرمان؟ حتما کرمانی هم اینطوری بوده، فریشه به کرمانم زده؟ راست میگید، حق دارید برادر کرمان عزیز. دوست عزیز کرمان اینطوری بوده؟ نه؟ بله حق دارید، میدانم حق دارید. این صدا رو پخش کنید. بله تشکر از شما، سلامت باشید. که ملت بشنوه. بسیار خوب شنیدن. قربانت. تشکر از شما، سلامت باشید. تشکر از شما. خداوند متعال رحم بکنه به حال مسلمان ها در هر گوشه از دنیا. تشکر از شما برادر عزیزم. واقعا وضعیت مسلمان ها در هر گوشه دنیا اسفباره و به خصوص در این مملکت شرک زده ای که واقعا جز یا حکومت شرک زده بگین به هر حال. خداوند متعال هدایت بکنه اینها را. آخرین تماس را با هم میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب متاسفانه تماس بیننده عزیز ما قطع شده. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. با درود به استاد فاتح عزیز، سلامت. کلیه اساتید گرامی شبکه وصال هست. سلامت باشید برادر عزیز و بزرگوارم. بفرمایید، برنامه بازسازی اندیشه هست، بفرمایید. بله بله. درود میفرستم به جناب استاد انصاری عزیز و احمد جان کارگردان زحمتکش. سلامت باشید. اگر کمی بلندتر صحبت کنید که دوستان عزیز صدای شما رو بشنوند، بفرمایید. صدا واضح نیست استاد؟ بله صدا حالا خوبه، کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. بله بله بله. بنده بیلسون هستم، از ایران تماس میگیرم. یه ذره تماس گرفتم مشکل از ایران با شما. بله. الان 24 مرتبه تماس گرفتم، تازه موفق شدم. از حضور در مورد تناقضات فرمودین استاد عزیز. بله. در ادیان کتاباشون تناقضات فراوانی است. بله دوست عزیزم، اول من میخوام از شما بپرسم که دین شما چیست؟ بنده بیلسون هستم، مسیحی هستم. آها شما مسیحی هستید. بسیار خوب دوست عزیزم، در برنامه ما چند مورد از کتاب مقدس عرض کردم و به خدمتتان نشان دادم. بله بله. شما نظرتان چیست در مورد آنچه که نشان دادم؟ جناب استاد خودتون چیزا تمام ادیان مورد تعریف قرار دادن. نه دوست عزیزم، حالا دقیقاً ما در مورد کتاب مقدس صحبت کردیم. نظر شما در این مورد چیست؟ شما به عنوان یک فرد مسیحی نظر شما در مورد آنچه که گفته شد چیست؟ یعنی چی میگین شما؟ عقیده بنده شخصاً رو میگم. بله تعریف شده. خیلی جاها، نه یه خب اگر تحریف شده دوست عزیزم، اگر تحریف شده شما چگونه خودتان را مسیحی مینامید؟ یعنی از کدام کتاب میگیرید؟ گوش کنید، خدا من خودش نفرموده که اساس پایه اسلام به گفته خودتون مذهبه. منظورتان را نفهمیدم دوست عزیزم. جناب استاد جانم بفرمایید. صدای بنده رو دارین؟ بله بله صدا شما است، بفرمایید. به فرموده خودتون در کار دین که اجباری نیست. بله درسته. نه دوست عزیزم، من سوالم اینجاست. این بحثی که بله درسته، از نظر ما مسلمان ها در دین اجباری نیست. من حرفم این بود، سوالم این بود که آقای زوی عزیز ببینید، شما میگید که من مسیحی هستم. من سوال کردم، وقتی شما گفتید که این کتاب تحریف شده یعنی کتاب مقدس رو زیر سوال بردید. پس با زیر سوال بردن این کتاب شما بله نظر شخصی خود بنده. من میدانم منم از شما شخصا سوال کردم، گفتم که با این وجود شما دینتان را از کجا میگیرید؟ بنده دین ما فقط از خدا میگیرم. خب همین خدا دوست عزیزم مگر مستقیم با شما حرف میزنه یا در قالب کدام کتاب صحبت کرده؟ چگونه میگیرید؟ استاد در همون کتابایی که شما خودتون فرموده همشون که ضد و نقیض نیستن، همشون که تعریف نشده. خب شما چگونه عقل و شعور داده؟ بله دوست عزیزم، شما چگونه میان حق و باطل در این کتاب، شما چگونه با کدام معیار حق و باطل را از این کتاب مشخص میکنید؟ با کدام معیار؟ بنده با
با معیار عقل سلیمم که کدوم گفته صحیحه کدوم گفته ناصحیحه. دوست عزیزم گوش کنید شما آقا عیسی عزیز و گرامی. عیسی مسیح علیه السلام در انجیل متی چی میگه؟ در باب 5 یعنی در موعظه سرکو مشهور دیگه شما حتما میشناسید. میگه که من نیامدم تا کتاب تورات را منسوخ کنم و بعداً میگه هر کس حرفی از این کتاب از تورات را به اون عمل نکنه مورد لعن ملکوت آسمان ها قرار میگیره و مورد نفرین ملکوت آسمان ها قرار میگیره. شما خب یعنی با این تعبیر عیسی مسیح از نظر انجیل متی مورد لعن و نفرین ملکوت آسمان ها قرار میگیره. چگونه شما یعنی کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق که عیسی مسیح میگه تورات و صحف و نامه های رسولان همه را میگه، شما چگونه این را انکار میکنید؟ یعنی میگه تحریف شده. استاد از اجازه بنده میدین؟ بله بفرمایید. خب طبق همین حرفا تو قرآن میتونم هست. من حالا قرآن کریم را میایم آقا عیسی عزیز در مورد قرآن کریم میایم. حالا این مسئله رو بگذارید حل بشه. این مسئله رو بگذارید حل بشه. دوست عزیزم ببینید آقا عیسی عزیز من میگذارم شما حرف بزنید. من مسلمان وقتی میگم من مسلمانم نظرم اینه که یک حرفی از قرآن را کسی انکار بکنه یا اعتقادش بر این باشه که قرآن تحریف شده اون کافره، یعنی نمیتونه مسلمان باشه. شما وقتی میگید که این کتاب تحریف شده خودتان میگید نظر شخصی منه که کتاب مقدس تحریف شده، بعد میایید خود را مسیحی مینامید. این چگونه با هم جور در میایه؟ چطور جور در نمیاد؟ یعنی نمیاد دیگه. شما حالا شما اون تناقضات قرآن رو اجازه بدید بنده دوست عزیزم آقا عیسی عزیز حرف فرار نزنید. اولا شما فکر میکنم در هفته گذشته تماس گرفتید، گفتید اول تماس میگیرید تأخیر کردید، اشکال نداره اگر چی وقت برنامه ما رو به اتمامه. باز حرف فرار نیست دوست عزیزم حرف فرار نیست. بفرمایید. من از شما سوال کردم، میخوام سوال خود جواب رو از شما بگیرم. جناب استاد جناب استاد آیه 12 شورا رو میتونید واسه من بخونی یا بنده بخونم براتون؟ بسیار خوب. آیه چند؟ 12 شورا. سوره شورا خودشم سوره مکیه. بسیار خوب. سوره مکی هست؟ بله. سوره مکی یعنی چی دوست عزیزم؟ میتونید آقای عیسی عزیز بگید مکی یعنی چی؟ یعنی در مکه بر پیغمبر نازل شده. نه دیگه، نه این رو اشتباه میگید. سوره مکی به این معنا که قبل از هجرت به پیامبر نازل شده، نه ای که در مکه نازل شده. جناب استاد حالا اجازه خیلی خوب من نمیخوام وارد این جزئیات بشم. اگر وارد جزئیات بشین خب خیلی وضع خراب میشه. آیه چند سوره شورا بگید؟ آیه چند سوره شورا؟ 12. آیه 12. وقت برنامه خیلی کمه، بفرمایید. این وقتی به من میرسه وقت برنامه کم میشه. نه دوست عزیزم در اینجا میفهم خدا شهر و آیین. بفرمایید. حقایق کامل که نوح را هم آن سفارش کرد. چی؟ و بر تو نیز همان بر تو منظور پیغمبره. دوست عزیزم آقای عیسی عزیز اول این آیه 12 نی آیه 13 شما حتی در شماره آیات هم مشکل دارید. آیه 13 هم هست. بفرمایید. آیه 13 هم. بله بفرمایید. رأی کردیم و به ابراهیم، موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را برپا دارند و هرگز تفرقه و اختلاف در دین نکنید. درسته؟ بله. تا اینجا درسته دیگه؟ بله. تا به اینجا هیچ مشکلی نیست که؟ نه بفرمایید. خب الان میشه آیه 64 سوره مائده رو بیاریم؟ آیه چند؟ 64 سوره مائده یا 64 یا 65 قرآنات هست یا؟ نه قرآن ها مختلف نیه. شما مشکل دارید دوست عزیزم. آیه 64. خیلی خوب. آیه 64 بفرمایید. ما تا روز قیامت بین یهودی‌ها کینه و دشمنی برافروختیم و هرگاه آنها برای جنگ با مسلمانان آتشی برافروزند خدا آن آتش را خاموش می‌سازد. خب
اینجا منظور کینه و دشمنی، ببخشید یعنی خدا میاد بین ملت و خدای رحمان رحیم میاد بین ملت ها کینه و دشمنی میاد ایجاد میکنه. آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب دوست عزیزم. دقیقا همین چیزی که شما میگید در کتاب مقدس در دوم سموئیل چی میگه؟ میگه وقتی که داوود سرشماری کرد، خدا او را عذاب داد. درسته یا نه؟ بله. خدا او را عذاب داد و به 7 سال خوشسالی مردم مبتلا شدن. درسته؟ استاد قبول دارید این را؟ خب بعد شما هم قبول دارید؟ میگم قبول دارید آقا عیسی عزیز، این را قبول دارید یا نه؟ دوست عزیزم قرآن تعریف نشده، شما این را قبول دارید یا نه؟ شده، دست بردن توش، دست بردن دیگه. آقای عیسی عزیز شما این را قبول دارید؟ این سوالتان اولا این کلا به هم ریز بود، یعنی من نفهمیدم شما چی گفتید. میگید که خداوند متعال چگونه در میان اینها بغض و کینه را انداخت؟ من سوره 13 جناب چرا سوره 13 شورا را آوردم. آیه 13 شورا همین پیغمبر به تو دادم، به موسی عیسی هم دادم. خب خیلی خوب. بعدا میاد در آیه مائده میگه آقا من بین یهودیان کینه میندازم که دشمنی ایجاد بشه. خدا این حرفو میزنه. خب چرا خداوند متعال این کار را میکنه؟ نه اصلا این دوتا دوست عزیزم تناقضش کجاست؟ تناقضش کجاست؟ شما برای من واضح کنید تناقض این دوتا با هم چیه؟ خداوند میگه من به عیسی و موسی دادم. گوش کنید دوست عزیزم خداوند میگه که من به عیسی و موسی دادم، نمیگه به یهودیا دادم. اینجا حرف از یهود است، اونجا حرف از عیسی و موسی است. چی ربطی داره با هم؟ جناب استاد جانم ببین خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد. مسلمین کی میشه؟ مسلمین یعنی عموما مسلمین کیا؟ دوست عزیزم ببینید در اول طبقی که قرآن برای ما میگه نمیگه که یهود و نصارای بودن. یهود و نصارا نامهایی است که این اقوام بر خود گذاشتن، وگرنه اصل همان اسلامه. همچنان که خداوند متعال در مورد یعقوب هم میگه که وقتی یعقوب آمد فرزندان خود را دور بر خود جمع کرد گفت و نحن له مسلمون، ما برای الله. یا مثلا در جای دیگه میگه ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی میگه ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه یهودیت و نصرانیت نامهایی که خود این اقوام بالای خود گذاشتن، ولی از اصل از آدم تا خاتم دینی به نام اسلام وجود داشته، نه به نام یهودیت و نصرانیت. این تعبیر قرآنه. استاد واسه جانم ولی در پایینش همونو میگه به ابراهیم، موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم. خب سفارش نموده، چی ربطی به یهود داره؟ چی ربطی به یهود داره دوست عزیزم؟ دوست عزیزم این چی ربطی به یهود داره؟ خداوند متعال میگه من به عیسی و موسی سفارش کردم، نمیگه که به یهود سفارش کردم. باز این چی ربطی به مسئله بغض و عداوت در میان یهوده؟ خداوند متعال به سبب گناهانی که یهود کرد، به سبب تکبر و سرکشی که یهود کرد، آزار و اذیتی که موسی علیه السلام را دادند، خداوند متعال اینها را عذاب کرد. با چی عذاب کرد؟ با این عذاب کرد که کینه و عداوت را در قلوب آنها انداخت. کینه و عذاب یهودیان را درست فرمودین؟ بله در مورد یهودیانه. بله ولی چرا خدا بود کنه؟ خدا در قرآن سوره 15 جاسیه یعنی به زانو در آوردن معنی کدام سوره؟ کدام سوره؟ صبر کنید بس هر روز صبر کنید آقای سوی عزیز. آقای سوی عزیز صدا من را میشنوید؟ صدای من را دارید؟ کدام سوره را فرمودید؟ کدام سوره را بگذارید با هم بخوانیم. کدام سوره را فرمودید؟ آیه 15 سوره جاسیت. ببخشید چی؟ سوره صافات؟ سوره صافیت؟ صبر کنید سوره صافات است. سوره صافیت چیه؟ جاسیت. سوره صافات دوست عزیزم. سوره صافات آیه چند؟ دوست عزیزم سوره صافات آیه 15 گفتید؟ 15. خیلی خوب. سوره صافات. خیلی خوب. اینجا سوره صافات آیه 15 چیزی نیست. سوره صافیت من نمیدونم کدام سوره رو شما میگید. صافیت. استاد عزیز شما که میگی من حافظ کل قرآنم. بله خب من میشه به زانو در آمده، بلکه بنده تلفظش اشتباه میگم. سوره جاسیت. سوره صافیت
جاسیه، جا معنیشم به زانو در آمده. دوست عزیزم سوره زاریات بگید دیگه، اینجا شما نام سوره ها رو خطا میگید. اون فرق میکنه اینجا استاد، اینجا خدا خطا میکنه. دوست عزیزم اول شما سوره را بگید. دوست عزیزم اول سوره را شما بگید. کدام سوره را میگید من درست بفهمم؟ کدام سوره؟ سوره جاسیه. جاسیه، بله سوره جاسیه. سوره جاسیه آیه چند؟ آیه 15 گفتید؟ بفرمایید آیه 15 نیست، آیه 16 هست. بفرمایید. میگم عزیز استاد، مرده الان 2 تا قرآن دارن، یکی مال قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب ایرانه. دوست عزیزم شما شمارش شما خطایی که شما دارید در شمارش آیات، مشکل شما در اینه. بگید آیات 16 رو بخونید. آیه 16 خب بخوانید، بفرمایید. و ما بنی، اجازه میدی بخونم؟ بله بفرمایید. و ما بنی اسرائیل را که کتاب آسمانی تورات و حکم و نبوت عطا کردیم و از هر روزی لذیذ حلال نصیب آنها گردانیدیم و آنها قوم برگزیده خدا هستند. بسیار خوب، آفرین. و آنها را بر اهل دوران خود فضیلت دادیم. دوران خود، بر اهل دوران خود، نه بر عموم بشر. دوران خود، اهل دوران. آفرین. صبر کنید. اولا و فضلناهم علی العالمین. الله سبحانه و تعالی میگه یعنی عالمیان زمان خودشان، یعنی افرادی که در زمان خودشان بودن. آیه بعد رو بخوانید، جواب شما را میده. بفرمایید. استاد آیه بعد رو بخوانید. آیه بعدی رو بخوانید. یعنی 16 رو میفرمایید؟ بله همین آیه 17 بخوانید. گوش کن استاد عزیز، الان اون لپتاپی که پیش شما همین کافر رو درست کرده، شما با یه دکمه میتونین بیارین. الان بنده باید قرآن رو ورق کنم. ورق نکنید دوست عزیزم، آقای سوی عزیز، ورق نکنید. شما خب میگید که 2 تا قرآن پیش من است، یکی قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. از همان بخوانید. بخوانید ما در خدمتیم. بفرمایید. خب و نیز به آن قوم آیات و معجزات روشن در امر دین و نظام دنیا عطا نمودیم. خب و آنها خلاف و نفاق بر نینگیختند. بله. اگر دانسته. بله. یعنی چی؟ همین نکته را خلاف و نفاق دوست عزیزم، همین یعنی چی؟ آقای سوی عزیز. آقای سوی عزیز، همین چی معنا داره؟ همین چی معنا داره؟ همین را میخوام برای من واضح کنید. بنده جلسه پیش گفتم که بنده نکته ها دوست عزیزم آقای سوی عزیز، حالا شما میان تک به تک اینا رو کنیم برای من معنی کنید. آقای سوی عزیز باشون تعریف شده دست بودم، منم میگم در قرآن فسادات زیاده. آقای سوی عزیز 7 دقیقه از وقت برنامه گذشته، ما برای شما باز هم وقت دادیم. من از شما میخوام که همین نکته‌ای که همین الان خواندید، همین جمله را دوباره بخوانید. ببین اجازه بدید. بفرمایید. متون قرآن برای رفع دوست عزیزم آقای سوی عزیز، آقای سوی عزیز گوش نمی‌کنید، قطع می‌کنیم تماس شما را. آقای سوی عزیز گوش کنید. من قطع نمی‌کنم. گوش کنید آقای سوی عزیز، خیلی به شما وقت دادیم. گوش کنید. اولا شما خیلی کوچکتر از آنید که در مورد قرآن صحبت کنید. شما حتی نام سوره های قرآن را نمیفهمید. ببخشید بنده خودم عددی حساب نکردم. خیلی خوب، پس حساب نکردید خیلی بالاتر از دهانتان حرف نزنید دوست عزیز. من برایتان میگم همین آیه 17 سوره جاسیه را بخوانید. چرا نمیخوانید؟ چرا نمیخوانید؟ خب همین سوره را بخوانید، همین سوره آیه 17 سوره جاسیه را بخوانید تا برایتان جواب بده خدا. شما زمانی که میان سایر دوست عزیزم تشکر از شما. شما به حرف نمی کنید، یعنی وقت برنامه را هم گرفتید. من برایتان میگن آیه 17 را بخوانید، نمیخوانید چون جوابتان را داده خدا. هستید؟ تشکر از شما، جزاکم الله خیرا. ببینید دوست عزیزم، آقا احمد عزیز اجازه بدید که من همین آیه را بخوانم.
یعنی واقعا اینها عجب مردمی هستند. الله متعال در آیه 17 ببینید چی میگه. میگه و آتیناهم بینات، ما برای این مردم معجزات دادیم، معجزات آشکار، من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. یعنی چی؟ فما اختلفوا، پس اینها اختلاف نکردن در کتاب خدا، در آنچه که خدا برایشان داده بود، از معجزاتی که خدا برایشان داده بود، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از آن که برایشان علم آمد، فهمیدن که این کار خطاست ولی انجام دادن، فهمیدن که دارن در دین خدا اختلاف میاندازن باز همین کار را انجام دادن. یعنی چی؟ این تناقضه. به به ماشاءالله بر این عقل. الله میگه که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، این را از روی بغی کردن، از روی تجاوز کردن، از روی تعدی این کار را انجام دادن، از روی ظلم این کار را انجام دادن. ان ربک یقضی بینهم، یعنی چی؟ خدا وعید میده ان ربک، راین پروردگار تو ای پیامبر، یقضی بینهم یوم القیامه، در روز قیامت در میانشان، در میان این کاری که کردن قضاوت میکنه، فیصله میکنه که اینها ظلم کردن و آیات خدا را دستکاری کردن، در آیات خدا اختلاف به وجود آوردن. این یعنی شما چی میخواید ثابت کنید دوست عزیزم؟ ماشاءالله یعنی میگید من مسیحی ام. اولا خب اون حرفا را که گفتیم در رفتید، خیر با شما رفتیم. بعدا آمدید قرآن اختلاف داره، میگن این ربطی نداره، عیسی و موسی چی ربطی به یهود داره، میگید نه اینجا باز این آیه را چسبیدید، این آیه با هم تناقض داره. با کدام تناقض داره؟ اصلا خودتان میدانید چی میگید. بعد از دهانتان خیلی گنده‌تر حرف میزنید که در این قرآن نمیدانم فلان است و فلان است. بابا جان شما اسمای سوره های قرآن را یاد بگیر، کمی به خودت رحم کن دوست عزیزم. شما تا حالا شماره آیات قرآن را نفهمیدید. میگید سوره شورا، میگید شورا سوره 15 سوره 13 سوره 13 نیست، آیه 13 هست. شماره آیات رو تا حالا درست نفهمیدید. آن وقت شما اینقدر یعنی مسیحیت اینقدر واقعا ضعیفن. دین خود را خوب کشیدید، در مرحله اول گفتید تحریف شده، خلاص حرفی نداریم دیگه. بعد میچسبید به جان قرآن. این هم معلوماتتان از قرآن، این هم تناقضات، به تعبیر شما تناقضات قرآن. ماشاءالله ماشاءالله. تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا این بله خیلی ببخشید در مورد نسخ. دوست عزیزم همچنان که گفتم برایتان، نسخ آیات قرآن کریم، وقتی الله سبحانه و تعالی یک حکم را نسخ میکنه، یکی از حکمتاش اینه که الله سبحانه و تعالی یک آیه را برمیداره، همچنان که میگه او نأتی بخیر منها او مثلها، ما بهتری از اون آیه که نسخ کردیم و آن را برداشتیم، و یا این که مثل آن دوباره ما آن را میفرستیم و نازل میکنیم. پس دوست عزیزم من نمیدانم که میان تناقض و میان نسخ خیلی یعنی فاصله شدیدی هست و فاصله زیادی هست. و بعد از آن من اقسام نسخ را هم به خدمتتان گفتم که مثلا نسخ در احکام، نسخ در تلاوت، نسخ در احکام و تلاوت، نسخی است که تلاوت هست ولی در احکام نیست. به هر صورت اینها اقسامیه که در حقیقت در نسخ وجود داره و معنای نسخ را دوست عزیز و بزرگوارم بهتر درک کنید. در همین آیه که شما خواندید سوره بقره، البته یک اشکالی هم که در پیش شما بود که اون نونسه ها را شما اشتباه در حقیقت تفسیر کردید و ترجمه کردید که برایتان اصلاح کردم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. الله سبحانه و تعالی در این مورد، در مورد نسخ صحبت میکنه و حکمتش را هم در همین آیه میگه و فلسفهش را هم الله سبحانه و تعالی در همین آیه میگه و یکی از فوایدش را هم و از فوایدش هم در همین آیه مبارکه میگه که نیاز داره دوست عزیزم شما به قرآن مراجعه بکنید و یا اینکه کتبی که در علوم قرآن نوشته شده آنها را مطالعه بکنید. الحمدلله به زبان فارسی هم زیاده میتونید به برخی از کتابها مراجعه بکنید و ببینید اونجا. مثلا کتاب الاتقان امام سیوطی به زبان فارسی هم فکر میکنم ترجمه شده، دوستان عزیز کتابخانه عقیده را گذاشتن، از اونجا میتونید بگیرید، بخش نسخ را، ناسخ و منسوخ را مطالعه بکنید، بعدا مشکلاتتان دوست عزیزم حل میشه و به هر حال این ربطی به تناقض نداره. و تشکر میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی. معذرت میخوام شاید عزیزان پشت خط ماندم، ولی متاسفانه این دوست عزیزم آقای سوی عزیز، من خواهشم اینه که اگر دوباره تماس میگیرن در اول برنامه تماس بگیرن و مثل امروز اینجوری پراکنده و یک بار این بر رفتن و یک بار این بار رفتن نباشه، درست با دقت پیش برن، قدم به قدم پیش میرین، با هم صحبت میکنیم ان شاء الله.
و اگر مشکلی باشه حل بشه. من برایتان میگم که این چیز شما باز در میدید یک جای دیگه باز حرف دیگری میزنید، این مناسب نیست. یعنی بحث اینجوری نمیشه دوست عزیزم. به هر صورت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Hey